حدوداً 2 سال پیش برای مسافرت رفتم فرانسه و میخوام شوک‌های فرهنگی یا حالا هر چیزی که از بد ورودم به خاک این کشور احساس کردم و بهتون بگم. اولیش که به نظرم مهمترینش هم هست اینه که تو این کشور خیلی کم پیدا میشه یه نفر انگلیسی بلد باشه. نمیگم نیست ولی خیلی کمه. تا توی فرودگاه باید کارکنای فرودگاه انگلیسی بلد باشن. وقتی باهاشون انگلیسی حرف میزدم فرانسوی جوابمو میدادن. خب من میفهمیدم تو چی میگی که باهات انگلیسی حرف نمیزدم. دومی مورد اینه که مردم نسبت به هم دیگه خیلی بی‌تفاوتن. شاید کنجکاو بشین که منظورم از بی‌تفاوت چیه. الان بهتون میگم. مثلا یه روز من داشتم توی خیابون راه میرفتم. بی خانمان ها وسط خیابون دراز کشیده بود و غلط میزد. و مردم نه تنها نگاه نمی کردن یا مثلا شوک نشده بودن براشون تعجب نداشت، بلکه مثلا پاشونو میذاشتن اون ورش و رد میشدن. در صورتی که من فکر میکنم که تو ایران بود این اتفاق نمیفته. ما مردم کنجکاوی داریم. مثلا اگه تصادف بشه تو ایران همه از ماشینشون پیاده میشن. حالا نمیدونم این نکته مثبتی یا منفی واقعا. سومین چیزی که وجود داره اینه که دیدین تو ایران میرین کافه 1 میلیون اسم از بالا تا پایین براتون ردیفه و شما حتی مثلا خیلی از اونا رو نمیتونین تلفظ کنین یا باید برین بزنین تا ببینین چیه اصلا. تو اونجا اصلا اینطوری نیست. چند تا چیز خیلی محدود دارن. اصلا چیزی به نام هات چاکلت ندارن. یعنی حداقل این چیزی که من فهمیدم این بوده. هر جا من میرفتم میگفتم هات چاکلت میخوام برام شیکاکو میآوردن. تنوع قهوه و نوشیدنی ایران رو تو کافی شاپاشون نداشتن. دومین مورد اینه که رستورانای لوکسشون نه، عادیشون مثل فست فود و مکدونالد و KFC و اینا هیچ چیزی به نام این که گارسون بیاد غذا رو بذاره برای شما، گارسون بیاد سفارش بگیره، گارسون بیاد پول بگیره، گارسون بیاد ظرفتون رو جمع کنه وجود نداره. شما میرین اونجا با کامپیوتر سفارشتون رو ضبط میکنین، میایین میشینین، اسم شماره‌تون رو میخونن، میرین خودت سفارشتو میگیری، میایین میخوری. بعد که غذا تموم شد خودت بعد جمع کنی و ببری بریزی توی سطلای مخصوص که ظرفاتون رو بعد بریزین توش. مورد بعدی که احتمال دیگه اینو همه میدونن اینه که اونجا شلنگ وجود نداره. یعنی خودشون فقط با دستمال توالت پاک میکنن. هیچ چیزی به نام شلنگ وجود نداره. تنها جایی که آب وجود داره توی روشوییاشونه که دستاشونو میشونن.